همسایه ها می‌فهمید که از این همسایه ها میفهمیم بسیار یک حالت خراب بود. شما کجا و من نفری را دیدم که چاره نداشتم که من او را از دستش بگیرم. خانم چیخ زد که بیادر نمیتونم، گفتم نمیتونم، بسیار حالت خراب دیدم. دوشک دیدم، گواری طفل دیدم، با حالتی را دیدم که خانم صدا کرد که بگیرین مرا، گفتم نمیتونم. تا کجا دویدم دیگه بسیار حالت خراب دیدم. وقتی که خانه مسلمان دیدم، دوشک دیدم دیگه، من استاد شدم، گریه کردم، چاره نداشتم بگیرم دیگه. از پیشم بسیار خاطره تلخ جالبی که من در زندگی ندیده بودم و حال در این حالت ندیدم. در چند جنازه رفتیم، در پیش حوزه 4 جنازه این امروز من دیدم. از اونجا رفتم شناسایی نکردم که کی بود. پس آمدم اونجا دوستا را گفتم که یک طفل 6 ساله، یک دختر 7 ساله، یک مردکی پیر، هر کسی از برین امورا بیارین دیگه. دوستا میگردن، سرگردان هستن زیاد. خانه بود بسیار موی سفید دیگه، قابل گفتن نیست که چی برات بگویم. او مسلمان رحمی داره که حالتی نمیفهم که از قومم کی بود، کدام خانواده قومم رفته. نمیتونم زیاد گفتم مصاحبه کردم. تشکر از شما که همدردی میکنید و اینجا آمدین. بسیار زیاد خواهش میکنم. شاید از گزارش اختصاصی که ما از کرکر حوزه 4 شهر پلخمری داریم، هیچ گزارش ویژه‌ای برای من قدر دردآور نبوده باشد، ولی گزارشی که تمام وجود ما را درد میته اینجا است و قسمی که استاد گفت، هموطن ما گفت، دردآور ای است که یک هموطنت از دست بتی و از دست چیزی نبید که نجات شد.